نامزدای انتخاباتی یکیشون میگه سالی 1,000,000 مسکن میسازم، یکی دیگهشون داره میگه من تو 4 سال 10 میلیون میسازم. اصلا انگار مشکل این مملکت فقط مثلا ساخت مسکنه. آقا تشخیص اشتباهه. شما چطوری نمیدونی به عنوان کسی که بخواد رئیس جمهور بشی مشکل مسکن نیست؟ شما الان 10 میلیون مسکن بساز. خب واسه خونه اولی داری میسازی یا برای دلال داری میسازی؟ اگه برای خونه اولی میسازی پولش کجا بود خونه اولی که بیاد بسازه؟ شما یه دکمه رو بزن 10 میلیون فردا صبح مسکن حاضر آماده، تشریف بیارید بخرید. آگه کسی داره بخره؟ شما ابتدا باید زیر ساختار رو درست بکنی، بعد همزمان بری سراغ انبوه سازی. ببینید شما تا وقتی که سیاست داخلی با تنشه، سیاست خارجی با تنشه، حاکمیت قانون تو این مملکت درست رعایت نشده، نتونستی شما انتظارات تورمی رو درست بکنی، تجارب